خواهش میکنم. ببینید در واقع ما بدونیم که در مورد اضطراب همه انواع اضطراب که به وجود میاد ربط مستقیم داره به نحوه در واقع تلقی ما از مسائل زندگی، چه در مورد خودمون چه در مورد دیگران. و در مورد حالا همین بحث کنکور هم که داریم صحبت میکنیم، تلقیاست که در واقع وقتی غلط میشه و عمدتاً آغشته به خطاهای شناختی هست، باعث میشه که افراد مضطرب بشن. این خطای شناختی هم داخل پرانتز خیلی کوتاه توضیح بدم که در واقع معیارهای نابجای قضاوت ما راجع به حوادث زندگی است. در واقع معیارها و مترهایی است که ما بر مبنای اون متر میکنیم مسائل زندگی رو، و بعد اگر متر غلط باشه طبیعی است که همیشه نتیجه نادرست و ناخوشایند ایجاد میکنه. و معمولا در مورد بحث‌های این چنینی همیشه یه خطای شناختی وجود داره. همین که ما فاجعه سازی میکنیم که اگر من قبول نشم وای دیگه اصلا هیچی، اصلا تو خونمون اصلا نمیتونم سرم بالا کنم. خیلی از بچه‌ها الان هستن که توی جلسات مشاوره میان فکر میکنن که اگر فرضاً در کنکور در رشته مورد نظر پذیرفته نشن، جلوی دوستاشون دیگه هرگز نمیتونن ظاهر بشن، یا مثلا جلوی خانوادهشون، جلوی اقوامشون کاملا باید ناپیدا بشن، که در واقع اینها مفاهیمی است که خطای شناختی رو توش داره، به دلیلی که این جو آموزشی در مدرسه و یا در خونه اینا رو به اینها القا کرده. خیلی خیلی خوبه که ما اول اصلا ببینیم همونطور که گفتم چی تحت کنترلمونه، تلاشمون. پس ما به جای اینکه تمرکز کنیم روی نتیجه، به روی تلاش تمرکز کنیم، چون این همش دست ماست. ما میتونیم تا انتها از 0 تا 100 رو انجام بدیم. یه شعری از سعدی است که شما همیشه میخوندین که فکر کنم دیگه بعد از سعدی به نام شما بگیم که میگن که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که کرد مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. در واقع اگر ما حد اکثر تلاشمون رو بکنیم، این بهترین کاری است که کردیم. و مهم اینه که پایان شب کنکور هر کسی از خودش بپرسه آیا این بهترین عملکرد من بود؟ نه بهترین نتیجه من، بهترین عملکرد من. 95% میگن نه نبود آخه. خب بعد امکان داره که یه قسم همیشه آدم بعد کنکور یه سو داره که وای خراب کرده مثلا از این بدتر دیگه. چند تا نکته وجود داره آقای اسلامزاده عزیز. اول از همه این که این میزان ارزیابی ما به شکل نسبی میتونه درست باشه. در واقع ما نباید از خودمون انتظار 100 شدن داشته باشیم. تمام کسایی که بالای 75 شون هستن کار ارزشمندی انجام دادن. به هر حال فکر نکنیم که مثلا باید 100 بود. شاید اول کنکور هم چیزایی داره که میتونسته بیشتر بخونه، شاید اول کنکور هم مواردی بوده که اشتباه کرده، چون به هر حال حجم دروس بسیار زیاده، زمان اندکه و به هر حال کار راحتی نیست. کنکور هم تا بال کسی به خودش ندیده که همه گزینه‌ها رو 100% زده باشه. نه واقعا دیده نشده اصلا همچین چیزی، و به هر حال اون همچین چیزی است که همه یه جای نقصانی رو دارن. و خوبه که تعریف درست از پیروزی بکنیم. پیروزی شکست دادن آدم به خصوص یا تفوق بر گروه به خصوصی نیست. پیروزی به حد اکثر رسوندن توانمونه. اگر کسی بهترین شدن با توان خودم. بله. و اینو با یه ضریبی قبول کنیم. بالای 75 قابل قبوله. و نگیم که حتما باید 100 باشیم. اگه کسی این در خودش جا بندازه، القا کنه و از این فرصت باقی ماندن برای این استفاده کنه، چون همین 2 هفته که موندیم، مثلا تقریبا نزدیک به 2 هفته، کمتر از 2 هفته، خیلی از عزیزان فکر میکنن که خب فرصت تموم شد، من دیگه خیلی رو نخوندم، مثلا اینا از دستم دیگه کاری نمیشه کرد. نه، هنوز خیلی کارا میشه کرد. یعنی ما اگر قسمت‌های مختلفی که در دروس خوندیم و هر کدوم رو به عنوان یه حلقه ببینیم، اتصال این حلقه ها به هم دیگه یه نگرش خاصی راجع به اون درس ایجاد میکنه و این اتصال میتونه در مورد این 2 هفته اینطور رخ بده که ما چیز جدیدی نخونیم. من توصیه نمیکنم کسی اگه چیزایی رو هست که تا به حال نخونده میخواد الان بر اونها در واقع چیره بشه، این استراتژی نمیتونه درست باشه. اگه چیزایی که قبلا خونده همونها رو دوباره جوری در واقع جمع و جور بکنه که بتونه تستاشو خوب بزنه و این 2 هفته رو از دست ندید. این 2 هفته پایانی شاید به اندازه یه 3 ماه 4 ماه ارزشمنده، به دلیل اینکه اتصال میده قسمت‌های متنوع و پراکنده‌ای که وجود داره. این توصیه معروف مرور کردن برای 2 هفته پایانی، بله حتما میتونه بشه. مرور کردن، منتها مرور کردن جهت داشته باشه دیگه. من ایده این که میگم جهت داشته باشه این که مثلا ما امروز 2 ساعت اینو بخونم، 2 ساعت یه درس دیگه بخونم، اینا زیاد صحیح نمیدونیم. خیلی طبیعیه است که اجازه بدیم یه درسی رو کامل جا بندازیم، حالا میتونیم تستاشو بزنیم و بعد درس بعد این کار درست‌تریه و توصیه جدی میکنم که به هیچ وجه درس جدید یا مطلب جدیدی رو که چیرگی برش زمان بر هست اضافه نکنیم، چون این کمکی نمیکنه. آقای دکتر معتمد، آقای دکتر حمزه، یه اشاره خوبی کردین دیگه. امروز 25 خرداد